اگر امروزه فضای سیاسی در تاجیکستان بهاگذاری میکرده باشیم، فضای سیاسی تاجیکستان فضای انتخابی است. لیکن یک خصوصیت فرق کننده دارد. سرول فضای انتخابی این برای حکومت است، فضای سیاسی یا که فضای محدود کننده برای مخالفین بباشد. یعنی فضای سیاسی تاجیکستان همچون فضای انتخابات یک نیم سال پیش آغاز یافته بود. از پیشنهاد غیر رسمی مثل حزب خلق دموکرات تاجیکستان همچون نامزد خود با امامعلی رحمان رو، یعنی این مسئله که اونا میخواستن سنجیده بینند که جامعه شهروندی تاجیکستان چگونه مثل عکس و صدا با میان میآورد. اگر عکس و صدا آورده نتواند، البته نامزدی مثل امامعلی رحمان به چون و چرا مثل همچون الکه پیروز پیشنهاد کرده میشد. لیکن وقتی که ماه اوگوست سال گذشته ما خواستیم که اوید با تغییرات وارد کردن تغییرات و الهه ها با قانون کنسانی درباره انتخابات پرزیدنت یک کمیته تدارکات ائتلاف را تشکیل نماییم، انا محدود کنی ها با مسئله انتخابات آغاز یافت. یعنی همه در خبر دارند که وقتی که ما 3 بار تعیین کردیم که روز برگزار کردن و جای مقرر با پرداخت مثال اجاره پولی و حتی خوراک و نصف روزی 3 بار محدود کردند که ما این چیزا برگزار کرده نتوانستیم. لیکن با این نگاه نکرده همین کمیته تدارکات را تشکیل کردیم و برگزار کردیم. مسئله مهمش در آن می باشد که وقتی هر یک کلمه اوید با تغییرات الهه با قانون انتخابات پرزیدنت میشد، آنها میخواستند که گوناگون مثال پیشنهاد شوند، لیکن 2-3 مسئله اساسی به یگان پیشنهاد کرده نشود. مثلا در مسئله ای که کمیسیون انتخاباتی چگونه تشکیل کرده شدنش در کار، نامزدها چگونه امضا جمع کردنشان در کار و مثالی که پروتکل های مثال آید به نتیجه های انتخابات چگونه پر کرده شدنشان در کار. یعنی این پارلمان تاجیکستان هم حکومت تاجیکستان هم این رو نمیخواست. برای همین ما با یک خلاصه آمدیم که باید ما دیگر پیشنهاد نکنیم، تنها همین 3 پیشنهاد مثال حل کننده تقدیر ساز رو پیشنهاد کنیم که ماهیتا این چیز از این یخیج نباشد، یک تاش پیشنهاد قبول کرده شود. لیکن تا اون وقت تا اون درجه معلوم نبود، لیکن در دوام 1 سال معلوم شد که حکومت تاجیکستان خصوصا پارلمانت تاجیکستان همچون یک مثال مقامات اجرا کننده نه قانونگذار هیچ وقت نمیخواست که قانون رو تغییر دهد و وقتی که یکم بار مثال انکار کردند، رد کردند تغییرات الهی که به واسطه 2 وکیل مجلس نمایندگان در مجلس نمایندگان محیدین کبیری و سید عمر حسینی ما پیشنهاد کرده بود، آن را رد کردند. لیکن با یک چیز رو من خصوصا تاکید کردنم در کار که اینا اعتراف باید کرد، در مسئله تغییرات الهه با وارد کردن قانون انتخابات خود مثال قوه های مخالفین هم سستگری نشان دادند. باید که ما در این مسئله بسیار پیش قدم میشیم و هم استوار میشیم. لیکن وضعیت سیاسی از این به نشد. من فکر میکنم که از این وزدین تر شد. یعنی پیشتر هم که در جامعه تاجیکستان قریب که با حکومت با نتیجه های انتخابات مردم تاجیکستان عموما باور نداشتن، آخران نقطه ای که با این چیز یک اعتماد پیدا کردنش ممکن بود این تغییرات الهه با ماده 13 و 15 قانون کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان درباره تشکیل برابری بین از حزب‌های سیاسی کمیسیون انتخاباتی این هم برباد رفت و بعد از این مسئله انتخابات یا که وضعیت سیاسی بر یک دوره مثل حل کننده و تقدیرساز آغاز شد. این هم مسئله با اون چیز وارد آورد که از یک طرف حکومت وجود خود را ماهیت خود را نشان داد. این مسئله رو ما برالو حس کردیم وقتی که نسبت کمیته تدارکات مثل حزب نوی
حزب тоҷикистони нав ва Зайд Саидов он чизое ки он ҳодисае ки ба миён омад он чизро ҳукумат аз ҷиҳати ҳамин сиёсӣ ва ташкилӣ ташкил карда тавонист. ғайр аз ин бо як чизро гуфтан дар кор ки аз моҳи январи соли 2013 нисбати мухолифин ҳам ҳизби социал-демократи Тоҷикистон ва ҳизби мисол Наҳзати Исломии Тоҷикистон фишорҳои зиёдро ба миён оварданд ва ин маҳдудиятҳо то ҳамин дараҷа рафта расид ки ҳатто имконияти фаъолият кардан ё ки мисол гузарондани анҷуманро имконият надоданд. ҳизби мисол социал-демократи Тоҷикистон 15 бор муроҷиат кард ба гуногун мақомотое ки оид ба иҷораи як мисол толор ва лекин мо муяссар нашидем ки ҳамин толорро гирифта тавонем. ҳизби Наҳзати Ислом ҳам худ ҳамин тавр аст. барои гузарондани на танҳо анҷуман як мисол ки иди худашонро барои баргузор кардан 40-солаги ҳизби Наҳзати Ислом онҳо ним сол пештар ба муроҷиат карданд ки ҳамин толори мисол ваҳдат не борбат толори борбат ба онҳо пешниҳод карда шуд, лекин инам иҷро нашуд. ва аз ҳама даҳшатнокаш дар он мебошад ки худи мисол нисбати он ё ин одамое ки фаъол буданд чораҳони даҳшатона ба миён оварда шуд. хусусан раиси созмони узбекони ҷамъияти Хатлон Салим Шамсиддинов вай ғайб зад. акун ҳозир эълон карданд ки вай мурдаш дар амодорият дарёфт карда шуд. нисбати мисол муовини вай як подстава ташкил карда шуд дар Краснодар ки ҳозир вай дар ҳабси пешакӣ мисол дар Краснодар қарор дорад. нисбати чанд мисол намояндаи ҳизби социал-демократ ё ки мисол худи Шокирҷон Ҳакимов аз ин тараф муовини раиси ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон Маҳмадали Ҳаид он зӯравориҳо ба миён омад ки ин ҳукумат мехост ки ва вазъияти сиёсӣ то ҳамин дараҷа рафта расид ки мухолифинро тарсонанд. лекин ман як чизро таъкид карда метавонам ки бо ин роҳ мухолифинро тарсондан ё ки мисол ки ба як вазъияти тарс овардан ғайриимкон мебошад. ман ҳамин чизро мегӯям ки оид ба фишорҳо ба мухолифин он чиза қисман ман гуфта гузаштам, лекин ҳамин чизро ҳозир бояд мо мунтазир шавем ки ман ҳатто вақте ки як изҳорот кардам худ ҳамин хел буд соли интихобот аз интихобот бо чӣ мунтазир шавем гуфта. ин масъалае он буд ки агар мушаххас мегуфта бошем ман ина оддитарин нақл карданам мумкин. як рӯз ман бо Шуҳрат Қудратов бо як ҳуқуқшиноси мо адвокати мо аз ҳизби социал-демократи Тоҷикистон мо ба Кӯлоб рафтем. вақте ки ба Кӯлоб рафтем то рафта омадана то баргаштана мо 8 бор боздошт карданд ва 2 бор бевосита кофтуков гузаронданд. ин як масъала. дуюм масъала ҳам мебошад ки вақте ки мисол аз хамадони мо баргаштем мо як бор кофтуков карданд бо баҳонае ки мо ба мисол намояндаи автоинспексия ё ки нозири мисол нақлиёт итоат накардем. бо ҳамин баҳона кофтуков карданд, лекин ман ҳадафи кофтуковро аввал нафаҳмидам. вақте ки баъд аз 2 соат мо аз Данғара буромада вақте ки бо Шаршар меомадем 69 километри дар ҳамин роҳи калон, вақте ки аз пушти мо 2 мошин омаданд, 2 мошин бо автомато омаданд, мояд ҳамин аз 2 тараф гирифтанду гуфтанд ки дар ҳамин мошини шумо силоҳу мисол маводи мухаддир ҷой дорад. мо гуфтем ки аз куҷо ин хел шумо иттилоота гирифтед ки мо ин чизое ка ин бевосита роҳбари онҳо як капитан Раҳмонов буд. Раҳмонов ки сардори шӯъбаи кофтуковии мисол ноҳияи Данғара будааст. шумо гуфтем аз куҷо ин хел иттилоя гирифта. баъдан ман дарк кардам ки бояд ки вақти кофтукови аввалро мекарданд
آنها همین مواد مخدر را در ماشین جایگیر میکردن، لیکن ما وقتی که از دو طرف نظارت کردیم این امکانیت نداشتن. وقتی که اکن اینجا ما با احاطه گرفتند دو ماشین که اومده در دوام 40 دقیقه وقتی باران باریده شده است اونا همه جای کوفته بر اومده، حتی شینه های کشوده دیدند که یگون چیز دریافت کرده نتونستند. و من طلب کردم که یک پروتکل ترتیب داده شود و همین چیز رو مقرر کردیم. این پیشتر این مسئله بود. یعنی علاقه همین دوره من حس کردم که نماینده های حزب سوسیال دموکرات رو اینو در مثال مواد مخدر یا که با این چیزها هم گناهکار کردنی. بعد از همین یک چند روز نگذشت که علاقه نسبت مثال اعضای حزب سوسیال دموکرات این روشن مطلبوف وقتی که وای سفر میکرد با کراسنودار در عمرش یکم بار رفته شد است با فدراسیون روسیه و وقتی که وای از دوشنبه ایرپورت میگذشت وای سومکه بسیار نو همین روز خریدگیش یک روز پیش خریدگیش بود. وقتی که کراسنودار دو بار اینجا سنجیده دیدن گمرکچیان مثل سرحدچیان مثل ایرپورت، لیکن در اونجا هیچی نبود و با باگاژ سپرید. وقتی کراسنودار رفته از باگاژ میگیرد علاقه مثل قلفش ویران کرده شدگی و از خود سومکش دو رولون مثل سکوچ بستگی نارکوتیک گیروین پیدا شد. خیریت که در روشن مطالب اونجا یگان مثل که چخیل میگویند ایزی مثل چلیکوش نمونده است، دیگر چیزها نکرده است. ما در این باره اظهارات اعلام کردیم، لیکن پرابلم ماهیت کار اون میباشد که این خود همین دوام همین کار که حزب سوسیال دموکرات با مواد مخدر مشغول میباشد، اینا همین تاکتیکای برده شده و دیگر تاکتیکاشون بود. مثلا که من با یک بار میگم که اگر که بیوسته سلیمبوی شمس‌الدینов رئیس سازمان ازبکان ولایت قتلان و اعلان نمیکرد که ما همه ازبک زبانان با رحمت الله ظاهرov آواز میتیم و این سفر در انتخابات امامعلی رحمان البته مغلوب میشود، من فکر میکنم که این کلمه هایی که وای بیوسته استفاده کرد خود مثال این گپ‌های در یک چند جا خصوصا در ردکسیه آزیا پلیس هم همین چیزای گپ زدگی بود. انا این چه سبب اون شد که سلیمبوی شمس‌الدینov غیب زد و اکنون مثال که در دریای امودریا مرده و یافتند که اعلام می شود و اینجا گوناگون دیگر فشار رسانی یا که دیگر چیز اون پروتکل‌های 32-20 مثال نسبت حزب نهضت اسلام بود یا که دیگر مسائلی که در ناحیه ها می شوند یا که اوید خود مثال نسبت رحمت الله ظاهرov اگر می گرفته باشیم. حاضر من اگر از شهر دوشنبه برآمده ولایت سوخت آمدم هیچ نامعلوم بود. وقتی که آمدم علاقه کمیته امنیت خود و دیگه کار ندارد که 2-3 ماشین در همه جا منو نظارت کرده میگرده. اکنون اون چیزی که من در روزنامه ها اعلام کردم وقتی اوید با اون مسئله که من با ازبکستان مثال در وقت کسلی اپای کلونیم اپای بزرگم رفته آمدم، از رفتنم در ازبکستان بودنم و تو برگشتنم همه زیر نظارت، همه مثال در اساس فشار آوری و هر گونه اظهارات رو از نام من اعلام میکنن. وقتی که خود در ازبکستان من با توشکن مثال شهر توشکن تنها یک روز آمدم و هم وقتی که حجتای من دریافت کرده نشد. خیلی که مثال حاضر در شرمیتی و نسبت دودجان عطااللهیف یک حالت به میار آمد، خود همین خیل حالت رو برای من در ازبکستان تشکیل کرده. وقتی که من همچون یک قانون شناس آمدم که برای قید گرفتن حجتای خود رو با شعبه شناسنامه‌دهی ناحیه بوستانلق مثل ولایت توشکن آورده سپاریدم، گفتند که بعد از 2 روز شما همین چیزو میگیرید، حجتاتون همچون قید گرفته. بعد از 2 روز پاسپورتای من غیب زدند، این دریافت کرده نشد. حتی ویزای من 10 روزه من تمام شد، حالا پاسپورتم معلوم نبود. من مجبور گشتم که به حجت به هیچی با شهر توشکن بیایم و در شهر توشکن به واسطه با
سفارت مثال تاجیکستان در ازبکستان وارد شده، اونجا عریضه پیشنهاد کردم که همین گونه کارها نسبت من شده ایستاده است و من خواهش میکنم که شما یک نوتای به وزارت کار خارجه ازبکستان پیشنهاد کنید و به من مساعدت کنید که من برگردم به وطن. بعدا معلوم می شود که همین روز بعد از که این نوتا اعلام کردم به پروکراتور شکایت کردم، بعد از معلوم می شود که الکی ویزه من تمام شدگی در یک حجره رقم 8 شعبه شناسنامه‌دهی در بالای استول یک سرژانت که 3 بار 4 بار من باید پرسیده بودم که درباره حجتو یگان خبر نبود، حجتای من همینجا پیدا شدند. الکی ویزه تمام شد. بعدا من باید از روی که مثال وجدان گفتم خودت جواب گویی که این کار کی است، و گفت که همین خیل آدم ها آمده التماس کردند که از تاجیکستان یک نفر میباید، لیکن ما نمیدونستیم که این آدم سیاسی یا که آدم چگونه است، همه حجتاش باید غیب زند، یک کار ماموری اینجا تشکیل کرده شود، یک مدت دراز وای از ازبکستان برآمده نتواند، چون وای از جهت ماموری وای دیپورتاسیا کرده شود. انا این مثال برای همین آدمایی که این کار را تشکیل میکرد بسیار قلای بود. و وقتی که من برگشتم الکی خود در بوستانم من یک چند نماینده های مثل کمیته امنیت از جمله یک گنرال مایوری کمیته امنیت پیشواز گرفت. من حالا خبر نداشتم که از نام من حالا اظهاراتو شده است. من همین با زبان روسی با گفتم که я наконец чувствую президентом себя, генерал КГБ встречает меня. همین مسئله که سونو بعد یک اینترویو هم پیشنهاد شد، لیکن مسئله در اون می باشد که من حالا خبر نداشتم که در تاجیکستان و وقتی که من در ازبکستان بودم از نام من رشفروفکای اظهارات رحمت الله زویروف گفته اعلام کردند که خود زویروف از مثال شتاب کوارتیر СМБ ازبکستان و از نام اسلام کریموف خود را همچون نامزد یگانه در انتخابات پیشنهاد کرده است. یک عجایبش در آن می باشد که من در ازبکستان نه تنها امکانیت حتی با اینترنت برآمدن امکانیت نداشتم. یک روز رفتنم با اینترنت کافه در آمده از همینجا خبر دادم که من مثال آپای بزرگم برای که مریض بود، برای همین آمدم که آوازه ها زیاد نشود گفته. لیکن مسئله در آن می باشد که اون چیزایی که یکمش که من اظهارات نکردیم این مسئله که این فقط مسئله بدنام کنی و مثال که رزیدنت ازبکستان یا که دیگر چیزای اعلام کردن و غیره و غیره. ما جواب پاسخی مشخص رو این مسئله که هم دادیم. البته غیر از این بود دیگر مسئله هایی که مثال فشار آوری البته زیاد است، این همش نمبر میکرده باشیم. به فکرم یک کتاب نویستن در کار. خنده آور است که نسبت زید سعیدов اون کارهایی که حاضر با گردن وی میبندند که 8 سال 10 سال یا که یک چند سال پیش شده است. و ها اگر این چیزهای خبر داشته باشم برای چی تا امروز دمشون گرفتگی بود این مقامات. دویم مسئله که وقتی که با وی پیشنهاد میکنند که بازداشت وی حبس وی پورا غیر قانونی عمل گرفت. وی مثال که وکیل مجلس نمایندگان شهر دوشنبه، مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه می باشد، با این نگاه نکرده و یا ایرپورت دستگیری کردن. و عجایبش می باشد که وقتی که وی از جمهوری بیرون بود در این وقت این مسئله پیدا شد. زید سعیدов در جمهوری نبودشند و نه تنها از کار آزاد کردند و یک سازمان در حقیقت یک مثال برای جمهوری منفعت رو تشکیل کرده بود، یک سازمان هماهنگسازی اوید با کارهای تجارت یعنی صاحبکاری کتی این برهم دادند. و غیر از این باید همین چیز رو گفت که وقتی که زید رو حبس بگرفتند اون وقت فقط نسبت وی تنها یک ترکیب جنایت رو پیشنهاد کرده بودند، اینم باشد از پروکراتور شهر دوشنبه اوید به بسیار زنی. این چیزایی هم یا پیشتر نمیدونستند اگر که حتی بسیار زنی هم وجود داشته باشد. لیکن مثلا وقتی که وی گناهکار کردند که در پارگیری در حجم بسیار کلان و این چیز را مثال از روی سخنهای آدم معروفی مثال اسفره اوید به نظام جورایف این کتبای کردند. لیکن همین مسئله باشد که غیر از 3-4 تهمت
این نظام جورایف یگون چیز تصدیق کننده نیست و این مسئله که من برآمد کرده گفتم که یگون کلمه ای که اینجا گفته شده است و تصدیق نمیشد از نگاه حقوقی، برای چی که اینجا در این ساحه اگر خود همین پاره خودش وجود نداشته باشد یا که دو طرف دیگه دلیل ها که این اثبات نمی شود، اکنون هر سفر یک بهانه دیگر میبرند. اکنون اینجا ببینیم که یک نماینده قزاقستان رو اینجا وای کردیم. قزاقستانی که همین یک نام به نام سیریک وای هم مثال نشان داده است که من در ایرپورت الماتا $700,000 رو با زاهد سعید افتاده بودم. لیکن این مسئله نادرست بودنش در چی می باشد؟ طبق کودکس جنایتی هم قزاقستان هم تاجیکستان و قانونگذاری خود دولت‌های اتحادیه مستقل همین اسنگ ما همین طور است که در کجا جنایت صادر شده باشد باید تفتیشات پیشکی در همین جا بررسی گردد. برای همین ما با پروکراتور گنرالی مثل قزاقستان هم مراجعت کردیم که همین چیز رو شما مشخص کنید که از کدام جهت یا که در اساس چی خود همین شهروند شما سیریک در حدود شهر ایرپورت الماتا یعنی در حدود قزاقستان با وی مثال پاره کلام میداده است. یک مسئله عجیبی شما میباشد که خود همین پاره مثال $700,000 همین آدم حتی تصور کرده نمیتواند که وی حجمش چند پوشیدنش ممکن، حجم درباره حجمش خبر نداره. دیگر مسئلهش در آن میباشد که در صورت حساب همین آدم در دوام یگان وقت 50,000 زیاد مبلغ نداشتگی در صورت حساب، یعنی کارخانهش نه تنها خودش. یعنی اینجا بسیار نیوانس ها هست که اینو اثبات کرده غیر امکان. اکنون مثلا وقتی که من حاضر در مسکو بودم اعلان شد که زاهد سعیدوف را حتی در پدافیلی یا که دیگر چیز عیبدار کرده. یعنی از این معلوم می شود که پیشتر اگر که مثلا من نمیگویم که مقامات مثلا ضد فساد مثلا تاجیکستان یا که کمیته آنتی کروپسیونی و تماما بی صلاحیت یا که دیگر چیز، لیکن اگر اینها در حقیقت موضوع یگان اثبات کننده دلیل داشته رو پیشکی می داشتند تا این درجه به صلاحیتانه این چیزای پیشنهاد کردن نمیتونستم. یعنی این زود پیدا شد. زود پیدا شدنش در آن مورد بود که وقتی که زاهد سعیدوف و یک چند آدمایی که از کمیته مثل تدارکات این حزب تاجیکستان نو اعلام کردند که حزب تشکیل کرده می باشد و وایها به واسطه فعالیت رکلاموی خود را آغاز کردند که همچون خودشون مرکزگرا و دیگر گرفته از این مثل حکومت به تخلق آمد. باید تاکید کنم که مقصد یا که هدف من با اومدن مسکو این سر اول با نماینده های حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان که در حدود روسیه کار و فعالیت میبرند و میبسته با مهاجران مهنت همکاری کرده میتونند و آخری با آنها بود. یعنی ما اوید به مسئله کشودن سایت حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان یک چند مثال برنامه‌های با میان آوردن، کار کردن با مهاجران مهنتی و خصوصا برای مثال تشکیل کردن اوچستگاه‌های انتخاباتی در بیرون از مثال حدود تاجیکستان برای این چیز آمدیم. یعنی من همچون هم حقوق شناس هم مثال رئیس حزب با حقوق شناسی که نماینده حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان که در حدود روسیه کار و فعالیت میبرند با آنها مراجعت کرده اوید چگونه مثال این اوچستگاه انتخاباتی تشکیل شده نشان در کار با واسطه ای که در این مسئله یک چند مثال سمینارهای عملی هم گذراندم. این یک طرفش بود. دویم طرفش البته آن وضعیتی که در روسیه قرار دارد این چیزهای هم آموختن لازم است، برای که هیچ یگان سیاستمدار به آموزش واقعیت یک با یک قرار خلاصه آمدنش خودش غیر امکان است. لیکن همین چیز را گفتنم در کار که البته ما روز 25 مای سال جاری یک کالیسیه یا که ائتلاف رو برای مردم سالاری و جامعه شهروندی تشکیل دادیم. لیکن همین چیز را گفتنم در کار که این
ائتلاف برای مردم سالاری و جامعه شهروندی در تاجیکستان نه تنها به این انتخابات وابسته کرده شده است، این چیزی وسیع است، چیزی حقوقی است، چیزی مثل سیاسی است، چیزی اقتصادی است، چیزی مثل که تشکیلی است، فرهنگی می باشد و برای آینده تاجیکستان روانه کرده شده است. لیکن روز 2 ایول یک مثال مشورت سیاسی رو برگزار کردیم که با قواهای دموکراتی با حزب‌های سیاسی، خصوصا اینا در افیس حزب نهضت اسلام تشکیل شد. اونجا ما یک دیگر ائتلاف رو همچون به نام مشورت سیاسی حزب‌های سیاسی و دیگر واحدهای جامعه شهروندی اینا تشکیل کردیم و یک مثال کمیسیه مخصوص رو که برای معین کردن صفات‌های و کدام صفات و طلبات نامزد احتمالی یگانه مخالفین یا که قواهای دموکراتی جوابگوی باشد برای مقرر کردن این مسئله، برنامه ها با چی جوابگوی باشند، کدام منفعت ها در بر گرفته تواند برای این مسئله برای روشن انداختن یک کمیسی هم تشکیل کردیم. باید گویم که علاقه 3 بار این کمیسیا یک جلسه خود را برگزار کرد، مسئله طلبات و صفات‌های مقرر کردیم، تخمینا برنامه چگونه شدنش در کار اینی هم مقرر کردیم و حاضر یکچند نامزدایی که از جانب حزب‌های سیاسی جامعه شهروندی، خصوصا حزب‌های سیاسی این هم حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، هم نهضت اسلامی تاجیکستان، همچون یک نامزد احتمالی یکچند نفر پیشنهاد کرده شده است. من فکر میکنم که در دوام با 1-2-3 جلسه ما این چیزها هم همچون نامزد یگانه باید که انتخاب نماییم و به واسطه فعالیت خود را به همه روان کنیم. و با یک چیز را نسبت انتخابات گفتنی بودم. البته این انتخابات از جانب مثال حزب خلق دموکراتی یک نامزد خود را پیشنهاد میشد، این نوابسته از آن که امام علی رحمان پیشنهاد میشد یا که دیگر. و با یک بار همینه هر سفر من این چیز تاکید بکنم که امام علی رحمان نامزدی خود را پیشنهاد کردن دیگه حقوق ندارد و این با این صلاحیت هم ندارد و از روی قانون، از روی کانستیتوت با این حقوق صلاحیت با یک بار بگم که ندارد. لیکن همین چیز را در کردن ما در کار که مهمترین مسئله که در این انتخابات باید عمل کند، این ما باید که کانستیتوت و قانونگذار را رعایت کنیم. لیکن تا امروز رعایت کردن نتوانستیم، خصوصا از جانب مثال مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان که مثال یک قانون غیر کانستیتوسیونی را که سال 21 ایول سال 1994 قبول شده بود و بر ضد خود کانستیتوسیون عمل کننده آن وقت قبول شده بود، تا امروز اصلاح نکرد و تا امروز یک در حقیقت قانون کانستیتوسیونی درست را در تهیه نو قبول نکرده است. و آخر مسئله در آن می باشد که حتی آن چیزی که من پیشتر هم گفتم، تغییرات و اضافه‌ای که از جانب خود مثل کمیته تدارکات ائتلاف پیشنهاد شده بود، از جانب نامزد وکیلان از حزب نهضت اسلام پیشنهاد شده بود، این هم به نظر نگرفتن و رد کردن. یعنی امروز معلوم می شود که حکومت جمهوری تاجیکستان، پارلمانت تاجیکستان یا که مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان خواهش شفاف و مثال دموکراتی برگزار کردن انتخابات را ندارد. اینا پورا من با اطمینان کامل گفتم میتوانم و ما باید با آن چیز حرکت کنیم که امروز اعتماد نه به حکومت جمهوری تاجیکستان، باید که اعتماد به مخالفین حکومت جمهوری تاجیکستان البته از جانب مردم اظهار کرده شود که برای که تنها در اساس مثال انتخابات شفاف و دموکراتی ما امروز رژیم سیاسی امروزه را اصلاح داده میتوانیم و باید این انتخابات در اساس اصلاحات و رقابت سالم عمل گرفته. من فکر میکنم که برای آینده تاجیکستان خدمت کرده تواند.